اگه میخوای همیشه سالم باشی و بیماری ها سراغت نیان، این میوه هایی که میگم و توی لیست خوردنی های روزانت قرار بده. میوه ها نه تنها طعمی لذیذ دارن، بلکه خواص بسیاری برای سلامتی دارن و برای بخش های مختلف بدن مفید هستند. سابسکرایبم کن و با هم بریم و با این میوه ها آشنا بشیم. هندوانه منافذ پوست رو پاکسازی میکنه و به خاطر تمام مواد مغذی و آنتی اکسیدانی که داره پوستت رو سالم نگه میداره. موز سرشار از پتاسیمه که به تعادل مایعات در بدن کمک میکنه و از گرفتگی عضلات جلوگیری میکنه و به خاطر داشتن B6 برای تقویت حافظه موثره. توت فرنگی حاوی آنتی اکسیدان ها و ویتامین C که به ترمیم پوست کمک میکنه و به دلیل خواص ضد التهابی برای سلامت قلب مفیده. کیوی کمک به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن. انگور به دلیل داشتن یک آنتی اکسیدان قوی از سلامت قلب و عروق حمایت میکنه و حتی باعث پیشگیری از مشکلات چشمی میشه. انار از آسیب‌های قلبی جلوگیری میکنه و جریان خون رو بهبود میبخشه. سیب سرشار از فیبره که به هضم غذا کمک میکنه و از یبوست جلوگیری میکنه. پرتقال باعث تقویت سیستم ایمنی میشه و مهمتر اینکه ویتامین C موجود در پرتقال باعث تولید کلاژن میشه که به جوانی پوست و کشسانی پوست کمک میکنه. و آخرین مورد که در دسته‌بندی میوه ها نیست ولی بسیار مفیده، خرما که باعث تعادل آب بدن میشه و ورم صورت رو کاهش میده. شما کدوم یکی از این میوه ها رو بیشتر استفاده میکنید؟ در کامنت ها به هم بگو و این ویدیو رو برای هر فردی که سلامتیش واسط مهمه بفرست.